فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی گفتن نماز استخاره به چه صورت است و دعایش چیه؟ تنها راه شرعی استخاره یعنی طلب خیر کردن. من نمیدونم این کاری رو که من انجام میدهم آیا برای من خیر هست یا برای من شر هست. من از الله متعال طلب خیر میکنم، پروردگارا که برای من خیر را مقدر بکن. و راه شرعیش این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای استخاره رو به اندازه یک آیه و یک سوره از قرآن به ما آموزش میدادند. این اندازه بهش در واقع اهمیت قائل بودند و گفتند هر وقتی که شما خواستید یک کاری رو انجام بدید، تصمیم به انجام یک کاری رو گرفتید، 2 رکعت نماز غیر فرض بخونید، یعنی 2 رکعت نماز سنت بخونید، نماز فرض نباشه، غیر از نماز فرض 2 رکعت بخونید و بعد از این 2 رکعت نماز خوندید دعا بکنید. دعا این گونه است که دعا بکنید پروردگارا اگر این فلان کار، یعنی فلان کاری که در ذهن شما هست اسم ببرید، مثلا این ازدواج، این تجارت، این معامله، نمیدونم این سفر برای من خیر هست، پروردگارا این سفر رو برای من مقدر بکن، برای من خیر رو در اون مقدر بکن و منو برای من سهل و آسان بکن. اگر فلان کار اسم برای اون کار برای من بد هست، برای دینم، معاشم و عاقبت دین و دنیام بد هست و شر هست، اینو از من در واقع دور بکن و دعا بکند. این روش شرعی استخاره است و تنها راه شرعی استخاره در واقع این از دعای عربیش این است که اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرف عنه واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رزني به. و همین ترجمه‌ای که من به زبان فارسی گفتم، اگر کسی این عربی رو بلد نیست همون به زبان محلی و زبان فارسی دعا بکنه اشکال شرعی ندارد. و تنها راه استخاره این است، استخاره با قرآن و با دیوان حافظ و با بقیه موارد و با تسبیح، تمام اونها غیر شرعی و ناجایز هست.